بعضی از مخاطبان هم درباره تصمیم عملی شما درباره اتباع غیر مجاز پرسیدن، در خصوص مسئله قوانین مهاجرین، فرصت‌ها و چالش‌های اتباع خارجی چه کار این یه نگاه ویژه میخواد، کارشناسی میخواد و حتما باید بهش توجه بشه. الان برنامه دارید براش یا الان در صورت که پیروزی بعداً میخواید بهش بپردازید؟ ببینید ما اینجوری نیست برای همه اینا برنامه داریم و بعد بگیم برنامه داریم، ولی مطمئناً برای یه چنین چیزی باید با کارشناسان نشست، چون این وضعیت موجود احتمالاً طبق یه سری قوانینی دارن اجرا میکنن. حتما باید با کارشناسا بشینیم و نسبت به این روندی که داره اتفاق میفته تدبیری بکنیم که بعداً پشیمان نشیم. به عنوان یک موضوع، به عنوان یک دغدغه این رو بهش معتقد دغدغه هستید؟ من نی، دغدغه مردمیه که تو این تجمع‌هایی که میریم، به خصوص تو بعضی جاهایی که میریم، خود به خود هم مردم اینو از ما میپرسن شما رو به خدا به این رسیدگی کنید. یعنی معلومه یه مسئله‌ایه که مردم باش مشکل دارن. من خیلی از این سوالاتی که میکنی از مردم هم نپرسیدن، ولی اینو چندین بار تو این جریاناتی که تجمع‌هایی که بوده یا جلساتی که بوده مردم به ما گفتن به این فکر کنید و حتما باید فکر کنید.